همه ما فرصت‌های شگفت انگیزی برای زندگی کردن، لذت بردن و عشق ورزیدن داریم. عظمت دنیای درون به همان عظمت و پهناوری جهان بیرون است. شاید وقتی اسم دنیای درون بیاد همه فکر کنن که ما میخوایم راجع به ماورا صحبت کنیم یا اصلا دنیایی در درون وجود نداره یا بر چه اساسی اینا میخوان راجع به دنیای درون صحبت بکنم و غیره. اما من میخوام یه درس خیلی 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 مهمی رو بهتون توی این ویدیو بدم و اون درس اینه: شما تا زمانی که دنیای درون خودتون رو نشناسید، که تأکید اکثریت نویسندگان روانشناسی از سال 1950 تا همین 2024 هستش، تا زمانی که نشناسید دنیای درون خودتون رو، هیچ وقت نمیتونید در دنیای بیرون شاد باشید، موفق باشید، ثروتمند باشید، عاشق باشید و خیلی از پوانای مثبتی که سایر افراد دارن. دنیای درون چیه؟ امروز میخوایم راجع به این قضیه کوچولو اشاره کنیم و بعد بریم سر این مبحث که چطوری میتونیم اصلا موفق باشیم. موفقیت ما اگر در گرو دنیای درون ماست، چجوری میشه که توی دنیای بیرون این موفقیت رو ببینیم؟ پس اون توضیح کوچیکی قرار شد راجع به دنیای درون بگم رو با یه مثال شروع میکنم. رفتی توی یه جنگل بسیار زیبا و یک آبشار بسیار زیبا و یا هر جایی که فکر میکنید برای یک شخص جذابه. رسیدید به اونجا، 1 ساعت قبلش تلفنی با یکی از دوستاتون، با همسرتون، با پدر مادرتون یه بحث کوچیکی داشتید. وقتی میرسید اونجا حالتون خوب نیست. یعنی خیلی دوست دارید که حالتون خوب باشه، چون توی بهترین لوکیشنی که فکرشو میکنید که باعث آرامش و شادی میشه حضور دارید، اما حالتون خوب نیست. چرا؟ دنیای بیرون که اینقدر جذابه، اینقدر خوبه. کاملا درسته، به خاطر اینکه دنیای درونت در جای جذابی قرار نگرفته. دنیای درونت حالش خوب نیست. پس دنیای درون که راجع به این داره با تو هی صحبت میکنه، آره دیدی اون حرفو زد، آره دیدی اون کارو کرد، دیدی به من حق نداد، این بود حق من، این بود شرایط من. یعنی توی اون خلأ فکری هستید، ذهن مدام داره فعالیت میکنه، باعث میشه که توی یه جای بسیار جذاب مثل جنگل و آبشار هم هیچ لذتی ازش نبری. برعکس این قضیه هم وجود داره. توی ترافیک سنگینی و نمیدونی اصلا دلیلش چیه، فقط میبینی تعداد زیادی از ماشینا پشت سر هم وایسادن. تو اگه حال درونت خوب باشه و 1/2 ساعت پیش ترفیع کاری گرفته باشی یا حقوقت واریز شده باشه یا یه اتفاق مثبت افتاده باشه، موزیکو زیاد میکنی یا باهاش میخونی، اصلا برات مهم نیستش که 1/2 ساعت بیشتر تو اون خیابونی موندی که قبلا مثلا میتونستی با سرعت 40 تا ازش رد بشی، الان با سرعت 10 تا هم نمیتونی رد بشی از اونجا. درسته؟ پس این فرق بین دنیای درون و بیرون. پس من اگه بخوام دنیای بیرون بهتری داشته باشم باید چی کار کنم؟ دقیقاً دنیای درون بهتری داشته باشم، چون من بیشتر تو دنیای درونم با خودم تنهام. من چقدر پیش میاد که توی لوکیشن خوبی باشم، ولی چقدر پیش میاد در طول روز که با خودم تنها باشم؟ من همواره با خودم تنهام. من با دنیای درون خودم از زمانی که بیدار میشم تا زمانی که میخوابم درگیر دنیای درونم و شاید یه تایمی شاید 8 ساعت در روز نهایتاً درگیر دنیای بیرونم. پس بیایید با هم دیگه یک بار برای همیشه مشکلی که با دنیای درونمون داریم رو حل کنیم. تشکر میکنم از همه عزیزان که با حمایتشون، با سابسکرایب کردن، لایک کردن و کامنت گذاشتن باعث میشن که ما برای ادامه این روند انرژی داشته باشیم.
در این ویدیو در خدمت شما هستیم با کتاب ارزشمند عظمت خود را دریابید از جناب آقای وین-دایر. جناب آقای وین-دایر روانشناس، فیلسوف و دانشمند آمریکایی هستند که از دل فقر و آوارگی ظهور کردند. کودکیشون به دلیل از هم پاشیدگی خانواده توی پرورشگاه گذشت، اما به مدد درک و بینش فوق‌العاده‌ای که داشتن قلمروی دنیای درون رو تونستن به جهانیان نشون بدن و توانایی‌های باطنی خودشون رو تونستن کشف کنن. پس از کشف اینها آموخته ها و تجربیاتشون رو اومدن با دیگران قسمت کردن و تا جایی پیش رفت که ایشون تونستن شامل بسیاری از تقدیرها و ستایش‌های بین‌المللی بشن و بهترین سخنران آمریکا ایشون شناخته شدن و جایزه بزرگ و بین‌المللی چکش طلایی رو هم به خودشون اختصاص دادن. پس بدونید اگر داریم راجع به یک کتاب صحبت میکنیم، کتابش رو جناب آقای وین-دایر نوشته، پس مطالبش حتی از طلا هم ارزشمندتر هستش. عظمت خود را دریابید. عده‌ای از جوانان از من میپرسند که آیا آنان را در زندگی برنده میدانم یا بازنده؟ پاسخ من این است: همه شما در اصل برنده خلق شده اید. شما از لحظه‌ای که قدم به این دنیا می‌گذارید قهرمان هستید، زیرا صدها میلیارد اسپرم در یک مسابقه شرکت کرده‌اند و جایزه آنها دسترسی به تخمک بوده است. شما حاصل لقاح اسپرم برنده با یک تخمک هستید. بنابراین در اولین مسابقه‌ای که شانس برنده شدن در آن بین 1 یا چند میلیارد بوده، برنده شده اید. و اگر غیر از این بود، اکنون مشغول خواندن این کتاب نبودید. یقیناً با قطعات پازل که با قرار دادن در کنار هم تصویری را به ما نشان می‌دهد آشنا هستید. کره زمین را می‌توان به پازلی تشبیه کرد که حدود 6 میلیارد قطعه است و هر یک از این قطعات در حکم انسانی است که در این کره خاکی زندگی می‌کند. شما هم یک سلول از خانواده بشری هستید و اهمیت شما به حدی است که بدون وجودتان این پازل که جامعه بشری است ناقص خواهد بود. بخش اول: سهم شما از توانگری چیست؟ شما هر که باشید و در هر کجا آنچه را که آرزو می کنید، از شادمانی و موفقیت و ثروت و توانگری تا تندرستی و زیبایی و کار رضایت بخش پیشاپیش در اختیار دارید. فقط باید خود را دست کم نگیرید و باورتان شود که استحقاق به دست آوردنش را دارید. آنگاه به راستی آن را بخواهید. مشتاق پذیرفتنش باشید. اصل کلی حیات میگوید برای برآوردن آرزوهایتان باید در دنیای درون به جستجوی آن بپردازید. اگر در پی ثروت هستید، انتظار نداشته باشید که توانگری از دنیای دیگر به ناگهان از راه برسد. جهان لبریز از نعمت و ثروت و فراوانی است و شما بر حسب اعتقاد و انتظارتان از این خانه گسترده بهره میبرید. فقط کافی است به آنچه در آرزویش هستید اعتقاد داشته باشید و خود را سزاوار آن بدانید. روزی خانومی از من پرسید چه موانعی بر سر راه شادمانی و نشاط او وجود دارد. گفتم تنها مانع موجود همین اعتقاد شما به وجود مانع است، زیرا به محض آنکه فکر کنید موانعی وجود دارد، نیاز برای آفریدن موانع در شما پدید می آید و ناخودآگاه به جستجویشان خواهید پرداخت
بنابراین برای اینکه به شادمانی دست یابید باید باور کنید که هیچ مانعی بر سر راه شادمانی شما وجود ندارد. علت اصلی این که جماعت بسیاری در زندگی درجا میزنند این نیست که توانایی و مهارت لازم را برای انجام کاری ندارند، بلکه آنان خود را دست کم میگیرند و برای رسیدن به درجات بالاتر شایسته و برازنده خود را نمیدانند. مصاحبت و ارتباط این افراد تنها با کسانی لذت بخش است که از طبقه اقتصادی خودشان باشند. شما به عنوان عضوی از خانواده بزرگ بشری به طور طبیعی خواه در ساخت مادی و خواه در عرضه معنوی توانگرید. پس خود را همان گونه که میل دارید باشید در آینه دل بنگرید و به استقبال نعمات و فراوانی‌های کائنات بروید و به آن متوسل شوید. یقیناً هر آنچه بر پرده خیال مجسم می‌کنید از کره مریخ نخواهد آمد، بلکه همین جا و در همین جهان وجود دارد. اگر چنین نبود شما توانایی مجسم کردن آن را در ذهنتان نداشتید. چندی پیش مطالعات جالبی در زمینه بررسی تأثیر تجسمات ذهنی در رسیدن به هدف انجام گرفت. در این آزمایش از 3 نفر که قبلا شاغل بودند تقاضا شد که میزان درآمد ایدئال خود را بگویند. آنها به ترتیب $10,000، $25,000 و $250,000 در سال را به عنوان یک رقم ایدئال در نظر داشتند و جالب این که تصورات ایدئالی هر یک در ضمیرشان جان گرفت و 3 ماه بعد تحقق یافت و هر کدام از آنها شغل مورد نظر خود را برای همان درآمدی که در انتظارش بود به دست آورد. درآمد هر یک از این افراد با میزان مهارت و توانایی او متناسب نبود، بلکه اعتقاد به سزاوار بودن هر یک سبب شده بود که ذهنیتش تحقق یابد. شخصی که درآمد $250,000 را برای خود طلب می کرد به کمتر از این مبلغ رضایت نمی داد. در نتیجه تصاویر مناسب در ذهنش به وجود آمد، توقعش افزون شد و سرانجام آن را به دست آورد. اگر شما خود را شایسته شغل منشیگری بدانید، انتظار خود را از یک حرفه در حد منشیگری محدود کرده اید و سپس با تجسم تصاویری مناسب ناخودآگاه رفتارتان در جهت حصول آن شکل می‌گیرد. بخش دوم، عبور از موانع ذهنی. همانطور که گفته شد، در راه کسب ثروت و مقام هیچ محدودیتی وجود ندارد. سهم هر یک از ثروت جهانی همان است که خود را سزاوارش می‌دانید. میزان شایستگی و حرمت نفس او هم ریشه در تربیت و باورهایش دارد. پیشرفت و کامیابی صرفاً به این نیست که شخص به امکانات و فرصت‌های متفاوتی دسترسی داشته باشد، بلکه آنچه اهمیت دارد مناعت طبع و حس خویشتن دوستی است. زیرا تنها افرادی از فرصت‌ها سود می‌جویند که خود را شایسته احراز آن بدانند. برای اینکه شنا کردن را بیاموزید، کافی نیست از شخصی بخواهید قواعد آن را برایتان شرح دهد، بلکه باید به استعدادهای خود نیز اطمینان داشته باشید و شنا را کاری سهل و عملی تلقی کنید. سپس لباس شنا بپوشید و وارد آب شوید. دست و پا بزنید و احتمالاً کمی آب بخورید. اینک شنا کردن را آموخته اید. نسبت به زمانی که شنا کردن را نمی‌دانستید، تفاوتی احساس می‌کنید. این تفاوت در مهارت جسمانی نیست، بلکه حال باور کرده اید که می‌توانید شنا کنید و نیروی ذاتی خود را شناخته اید. چندی پیش خانومی نزد من آمد و گفت که نمی‌تواند دوچرخه سواری کند، زیرا در دوران کودکی والدینش اجازه ندادند که سوار دوچرخه شود
به او گفتم بسیار خوب، راه بیافت برویم. گفت کجا برویم؟ گفتم دوچرخه‌ای در گاراژ خانه دارم و میخوام با اون به تو دوچرخه سواری رو بیاموزم. گفت به همین سادگی؟ گفتم علت این که دوچرخه سواری نمیدانی آن است که دیگران تو را مجاب کردند که نالایق و دست و پا چلفتی هستی و در نتیجه با دست کم گرفتن خودت قدرت نهفته در وجودت را انکار میکنی. برای آنکه دوچرخه سواری بیاموزی فقط کافی است بر ترسی که از پیش در مغزت برنامه‌ریزی شده غلبه کنی، موانع ذهنی را کنار بزنی و این افکار را از ذهنت بیرون کنی که دوچرخه سواری کار مشکلی است و تو عرضه انجام آن را نداری. آنگاه دست به عمل بزنی و آماده باشی که سوار دوچرخه‌ای شوی و حتی چند بار به زمین بخوری. در غیر این صورت فقط میتوانی تا آخر عمر والدینت را مقصر بدانی و سرزنش کنی. بخش سوم، قوه تخیل. نخستین گام به سوی شکوفایی. آیا می‌دانید که تفکر ما بر مبنای تصاویری شکل می‌گیرد که در ذهن مجسم می‌کنیم و کلمات در آن نقشی ندارند؟ برای مثال وقتی میگویم گل سرخ، حروف گل سرخ به ذهن شما نمی آید، بلکه تصویری از گل سرخ در ذهن شما ایجاد می شود. بزرگترین خدمتی که روانشناسان در قرن کنونی به بشریت کرده اند، کشف این حقیقت است که تصویر ذهنی همانند یک تجربه به مغز سپرده می شود. وقتی شما تصویری را در ذهن مجسم می کنید، ضمیر باطن حصول آن را قطعی تلقی می کند و با آن مانند تجربه‌ای مواجه می شود که پیشا پیش انجام پذیرفته است. موفقیت، سلامتی و در مجموع همه توانایی‌های شما به این امر بستگی دارد که چگونه خود را در ذهنیت خود ببینید. بسیاری از افراد به خاطر شرایط نامساعد تربیتی تصویری ضعیف و ناتوان از خود در ذهن دارند. گفتن عباراتی مانند من عصبیم، کمرو، خجالتیم، ریاضیاتم خوب نیست، آشپزی خوب را نمیدانم، اصولاً دست و پا چلفتی هستم، همگی نمایانگر آن است که شخص دایره فعالیت خود را در ذهنش محدود ترسیم کرده. فراموش نکنید که شما مسئول باورها و معتقدات خود هستید. بنابراین اگر به ناسواب بودن سخنانی که بزرگترها در دوران طفولیت به شما گفته اند یقین دارید، مجبور نیستید همچنان آنها را بپذیرید. باورها و آموخته‌های نادرست را از ذهن خود بیرون کنید تا ذهنتان برای پذیرفتن واقعیت‌های تازه آماده شود. بخش چهارم، همه چیز از ذهن آغاز می شود. منظور از تأثیر تصاویر ذهنی بر رفتار این نیست که اگر صرفاً تصاویر دلخواه خود را در ذهن ترسیم کنید زندگیتان دگرگون می شود، بلکه بر این باورم که برای هر گونه تغییری نخست باید از تصاویر ذهنی شروع کنید. زیرا این تصاویر در ضمیر باطن به عنوان یک تجربه به حقیقت پیوسته تلقی می شود و رفتار و اعمال شما ناخودآگاه بر اساس این تصاویر شکل می گیرد. به همین دلیل وقتی منفی و مضطرب و هراسانیم معمولا رویدادها و شرایطی را به سوی خود فرا می‌خوانیم که می‌خواهیم از آنها بگریزیم. مثلا اگر شما در کار خرید و فروش املاک هستید و در یک معامله در ذهن خود مجسم می‌کنید که کارها بر وفق مرادتان نخواهد بود، این گونه به خود می‌گویید این مشتریان فقط وقت مرا تلف می‌کنند و مزاحم من می‌شوند. پس از آنکه 14 مورد ملک را به آنها نشان دهم، هیچ کدام آنها را نخواهند پسندید.
این برنامه را در ذهن خود که مانند یک کامپیوتر عمل می کند ذخیره کرده اید. دقیقاً مثل آن است که نزد آنها رفته و بگویید من خوب می دانم که شما خریدار این ملک لعنتی نیستید و فقط می خواهید وقت من را تلف کنید و به این ترتیب خودتان با تجسمات منفی عملاً زمینه ساز عدم موفقیت در کارتان شده اید. قوه تخیل باورها را تحقق می بخشد، زیرا هر زمان که چیزی را در ذهن خود مجسم می کنید انتظار به ثمر رسیدنش را دارید و در نتیجه با توجه به آن تصمیم می گیرید و عمل می کنید. با یه مثال این مبحث رو من براتون جمع‌بندی می کنم که دقیق متوجه بشید که خودتون با افکارتون با ذهن چطور میتونید باعث خیلی از اتفاقا بشید. شاید براتون ملموس نباشه و بخواید بگید آره اگر مثال املاک رو زدید شاید واقعا اون شخص خریدار نبوده، یا شاید مثال هایی که از دوران کودکی میزنیم دلیل بر این باشه که اینها تراماهای ما هستن و هیچ وقت نمیشه حل بشه. با یک مثال نهایی این بخش رو به پایان میرسونیم و با سابسکرایب کردن کانال میتونید به بخش های بعدی کتاب ارزشمند جناب آقای ویندایر با موضوع عظمت خود را دریابید به راحتی دسترسی پیدا کنید. مثال آخر، در تدارک بیخوابی، چیزی که هممون تجربهش کردیم. بسیاری از مردم از خوب نخوابیدن شکایت دارند، غافل از آن که ناخودآگاه با ترسیم تصاویر منفی بر پرده ذهن سبب ساز آنند. فرض کنید که شبی از یک مهمانی به خانه مراجعت می کنید. نگاهی به ساعت خود می اندازید و ساعت 2 بامداد را می بینید. شما هم فردا 6 صبح باید در جلسه مهمی شرکت کنید. با خود فکر می کنید که فقط حدود 4 ساعت برای خوابیدن وقت دارم. این تصور که فردا به علت کمبود خواب خسته خواهید بود، حداقل 1 ساعت شما را بیدار نگه می دارد. سپس به ساعت خود می نگرید. ساعت 3 بامداد را نشان می دهد. اغتشاش فکری شما شدت می یابد. مغزتان آن را به سلسله اعصاب مخابره می کند. عضلات منقبض می شوند و بیخوابی به سراغ شما می آید. صبح که از خواب برمی خیزید انتظار دارید که تمام روز خسته و کوفته باشید و با خود می گویید امروز دیگر قادر به هیچ کاری نیستم، تا اینکه یکی از دوستان از راه می رسد و خبر شادی بخشی به شما می دهد. تمام خستگی شما به یک بار ناپدید می شود، زیرا برنامه خوشحالی و مسرت بخش به کامپیوتر مغز شما و سپس به سلسله اعصابتان مخابره شده است. احساس بیخوابی و خستگی هم مانند سایر احساسات و هیجانات مثبت و منفی به انتخاب و تصمیم خودتان بستگی دارد.